قلعه تاریخی کهنوج که به قلعه سعید خان معروف است. نام دیگر قلعه سعید خان قلعه ملک دینار است، چون قبل از سعید خان که در اوایل دوره قاجاریه بوده، اما چون ملک رکنالدین دینار صفاری بلوچ مسبب آبادی این قلعه بوده، به قلعه ملک دینار معروف بوده است تا قبل از دوره قاجار و هنوز همچنان برخی به نام قلعه ملک دینار هم میگویند. البته در گفته های مردم نام قدیمی این قلعه داستوگان بوده است. این قلعه به عنوان نمودی از تاریخ گذشته محل تجمع مردمی شد که شهر کهنوج کم کم شکل گرفت و تا اینکه در سال 54 شهر شد و اما اوج شهرنشینی و گستردگی این شهر از سال 59 بود که به شهرستان ارتقا یافت. یار مبودنه دل برام رو سفر بعد سال